یه روز به من گفتن کجایی هستی؟ گفتم که ایرانی ام. گفت میدونم ایرانی. بچه کجایی؟ گفتم نمیتونم بگم بچه کجا، فقط میتونم بگم ایرانی ام. گفت چطور؟ گفتم بابای من ارتشی بوده، من خودم تو هواپیما به دنیا اومدم. هواپیما که نشست ما تو کرمانشاه بودیم، خدا پیر مادر تو بیامرزه، کرمانشاه بودیم، خط پهلوان خیز هرچی گردی نشته بود میان خیابان، میگفتن کره پهلوان، میگفت با منی. آخه گردی مگه پهلوان میشه؟ هیچی. 7 سال میان کرمانشاه موندیم، کم مونده بود گردیمان کنن. یه روز بابا ما آمد، خدا نگهدارش باشه، خیلی ناراحت بود. با چطور شده؟ گفت منتقل شدیم. کجا؟ بالا رفتیم رشت. اگر رطوبت مرا فرا گرفت چی شد؟ مامان میرفت که نمیامد، آبچی میرفت دیر میامد، خارت گاییدم. آزه قیت کجا بود؟ برر نشسته بودیم تو خونه بابا، یه روز آمد دیدیم او برر خیلی نره. برر چطور شدی؟ گفت منتقل شده. گفتم کجا بشی منتقل بشی؟ گفت منتقل شده تبریز. آیا ما 14 سال شده بودیم دیگه، اصلا پاکی چرکش با تمام معنا دیگه. رفتیم تبریز، الادر وارد تبریز که شدیم ادب eşek taşın berberi yedim. Eşlirdim orada traktör taşın buldozera diyordum zeki. Kolata. Eşlirdim orada da çok da eşek taşı kulaklarımız boyuk olmuştu. Ada 4-5 yaşta Termen zadda kaldı, Təbriz içinde kaldık, orada ki işlirdik. Dedem maşallah, dede gelirdi dedi ay baladan hammal beşişel, berberi be خود maşallah. خلاصه 4-5 yıl orada Farsi بگم متوسط بشید. اون زمان 4-5 سال دیگه برای خودمون خراب تمام معنا شده بودیم. داده یه روز آمد، داده ناولوب دارخ میشن، داده منتقل olmuşum. Haraya bak رفتیم شیراز. خود که چهار تا داداش بودیم. خود یکی از بچه‌ها که یکی از داشتمون که کاکو شیرازی بود، یکیش تو دانشگاهی بود، یکیش تو آگاهی بود، اون یکیش آزمایشگاهی بود، چهارمی نمیدونم چه گاهی بود. خلاصه 4 تا داداش بودیم. خیلی شهر خیرتخیز، شاعرخیز، سعدی فراوون، حافظ فراوون. همه چی دوستش خیابون راه بره شعر بگه بره خودت. خلاصه 4 سالی کاکو شیراز بودیم. یه روز بابامون اومد ناراحت، چطور شده؟ گفت منتقل شد. کجا؟ رفتیم یزد. اقعا و هوای خوشی داشتی یزد. رفتیم یزدم. شب اول که موندیم خواب نماشدم. گفتم بابا یه تا خواب دیدم میخوام برای تعریف بکنم، جون پیر مارد ناراحت میشی. گفت نه بابا مگه خوابم ناراحتی داره، تعریف بکن. خلاصه یزدم یه تا 3-4 سال اونجا موندیم. خلاصه یه روز گفتم بابا اگر میخوای یزد تحمل کنم یا تو چوری برای من بسید. چوری میشه جوجه، شما مگه جوجه بنری، من میگم چوری. خلاصه 3-4 سال یزد بودیم. بعد 4-5 سال که یزد بودیم یه روز بابا اومد خنا راحت بود کرده سب نداشت. گفتم چی تو شده بابا؟ گفت منتقل شدیم. گفتی کجا؟ رفتیم مشهد. آقا یک خانه خوبی سمت خیابونی که میرسیم تو مشهد، یک خانه خوبی گرفتیم اونجا. این هم بدبختی که این چند ساله نصف ما رفته، ما هم چند سالی بودی که مشهد بودیم. خیلی شهر بدینه بود ولی خوب بود، راضی بودیم که خودمون موندیم. و بعد چند سالی اومدیم رفتیم قزوین. برام جان گزین اصلا شهر نگی بنده طلا بگیر هیچی. اونجا هر چی کان دلم میخواد کردمان. یه چیزم بگم ناگفترم ده کم مونده یه بارم کانمان بزنن. خلاصه گزینم 24 سالی موندیم. من عجب و هوایی داشت. میکاویدن کاسه باش، یعنی غریب نواز نبودن اصلا غریبه رو میدادن حالشان بد میشد. از گزین رفتیم 34 سال بعد آمدیم دیدیم خیلی ناراحته. بابا تو شده؟ گویی چی؟ منتقل شدیم. کجا؟ رفتیم همدانم که قرآن بفته میان تام. وارد همدان که شدیم اصلا انگار 5 بعد از ظهر به بعد خاک مرده رختن میان همدان. یه روز ما رمضان بود، نشته بودیم میان دالانه، یکی یه چیز دیدیم گفت گرم پیسرش هم سخت رومی پایین. آقا هیچی کم مونده بود بمیریم. ما 3-4 سالی هم میان همدان بودیم، جنگ بود. بعد هیچی بابامون یه روز دیدیم آمده خیلی کرخته. بابا چطور شده؟ گویی چی منتقل شدیم. کجا؟ استون. اما رفتیم استون به چای 4 باقی بالا 4 پای که خورای خیابون بزرگ مرزبت پرروایی بودن. خالیسه یه روز 3-4 سالی هم استون بودیم. یه عادت مسخره‌ای که داشتن، هر چی میگفتن پشت سرشتین میگفتن، مثل ارگس، کیکس، خونس، فرشس. آخه مرد شوره زبونه دونه ببره. یه روز اومدیم دیدیم بابامون پکیده. چطور شدی؟ که منتقل شدیم. کجا؟ اومدیم تهران. وایسادیم سر کوچه گفتیم جیم جمالت به وفات تو هی تو 3 صفات تو رد رفتار تو که کردار تو رد بده که ریدی خخه بده که خوردی شدیم بچه تهران. بزنید افتخاره.